بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی شما خوبان علاقمندان برنامه تجارت آمازون و در کل علاقمندان برنامه های ای کامرس. انجینر عتیق الله قیومی هستم. همون قسمی که برای شما وعده کرده بودم قرار از دوره رایگان تجارت آمازون از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، تلگرام، تیک تاک و یا هم چینل یوتیوب برایتان رایگان آموزش میدم. در ابتدا اول خیر، وسط خیر، آخر خیر. هر کاری که ما آغاز میکنیم توکل خود به خداوند متعال بکنیم. الهی نظری کن تا تغییر دهم حالم را، آنگونه که تو خواهی، در اطاعت و عبادت و شادی و نعمت. میپردازیم به سلسله دروس تجارت آمازون. ببینیم که در اولین جلسه قرار است راجع به چه چیز ما شما صحبت بکنیم. خب در ابتدا بهتر است شما در مورد کورس اوتلاین بفهمید، یعنی یاد بگیرین که در این دوره شما قرار است چه چیزها را بیاموزین تا زمانی که مسیر برای ما شما مشخص نباشه بدون شک که راگم میشیم. بنابراین در ابتدا در مورد چی صحبت میکنیم؟ کورس اوتلاین. اولین موضوعی که در این کورس شما یاد میگیرین در مورد ای کامرس است. ای کامرس یا تجارت الکترونیک چی هست، چگونه انجام میشه، از کجاها انجام میشه، امر ریکوایرمنتس چی هست، درباره از صحبت می داشته باشیم. بعد از او در مورد why e-commerce صحبت میکنیم، یعنی چرا باید تجارت الکترونیک را یاد بگیریم. موضوع سوم the most popular online businesses، در مورد انواع تجارت های آنلاین که خیلی مشهور هستند صحبت میکنیم. از او جمله میتواند یکیش تجارت آمازون باشه، میتواند تیک تاک شاپ باشه، میتواند شاپیفای دراپ شیپینگ باشه و یا انواع تجارت های دیگه که شما میدانید. موضوع چهارم در مورد بزنس ترمینولوژی صحبت میکنیم، یعنی یک سلسله اصطلاحات تجاری که لازم است باید شما بدانید. در این مورد ما شما صحبت می داشته باشیم، یاد میگیریم و پیش میریم. موضوع پنجم What's Amazon. در موضوع پنجم یا در جلسه پنجم ما شما مستقیم وارد تجارت آمازون میشیم، یعنی یاد میگیریم که تجارت آمازون چی هست، چی وقت تأسیس شد، چگونه تأسیس شد، چگونه رشد کرد و فعلا چگونه کار میکنه و مهمتر از همه این که ما شما چگونه در آمازون میتوانیم بزنس شخصی خود ما را از هر نقطه دنیا، چی افغانستان باشیم چی سایر کشورها، انجام بدهیم یا با پیش ببریم. موضوع ششم که در مورد صحبت میکنیم Types of Amazon Accounts، یعنی انواع اکانت های آمازون است که مثلا ما اکانت های خریداری داریم، اکانت های فروشندگی داریم. اکانت های فروشندگی به کدام اشکال هستند، چگونه کار میکنند. این 6 موضوع شد. با ادامه از این ما شما در مورد آمازون بزنس مدل صحبت میکنیم، یعنی انواع تجارت هایی که در آمازون شما انجام داده میتوانید. مثلا آربیتراژ چی است، هولسل چی است، دراپ شیپینگ چی است و پرایوت لیبل چی است. هر 4 نوع بزنس را برای شما توضیح میدم و مطابق شرایطتان، مطابق بودجهتان، مطابق اقتصاد و علاقمندیتان یکی از این شما انتخاب میکنید و به پیش میروید. موضوع بعدی که خیلی مهم است Important Documents for Amazon است، یعنی اگر ما شما قرار است تجارت آمازون یاد بگیریم یا آغاز بکنیم کدام داکومنت ها را ما ضرورت داریم. آیا با پاسپورت افغانستانی امکان پذیر هست یا خیر؟ آیا اگر پاسپورت نداشته باشیم با تذکره میتوانیم نمیتوانیم؟ اگر شما در کشورهای بیرونی هستین و تانوس پاسپورت یا تذکره او کشور به دست نیاوردین با همون داکومنتی که شما به دستان دارین میتوانین تجارت آمازون را به پیش ببرین یا خیر؟ به ادامه از او آمازون سلر اکاونت کریشن، یعنی چطور شما اکاونت فروشندگی آمازون را بسازین. اکاونت فروشندگی آمازون ساختنش به خاطر از این مهم است که شما باید در اکاونت
امی اکانتی که میسازین در کامپیوتر خودتان بسازین. اگر در کامپیوتر دیگه اکانت شما لاگین شود، بعد از او در کامپیوتر شما هم لاگین شود، ممکن است که امازون اکانت شما را سسپند یا دی اکتیو کند. بنابراین ما طریقه ساخت اکانت فروشندگی امازون را براتان یاد میدیم. موضوع بعدی امازون اینترویو کوئسچنز. چرا این موضوع رو براتون میخوام یاد بدم؟ بعضی اوقات امازون از فروشنده های جدید مخصوصا میخواه که به یک انترویو حاضر شود. در این انترویو کدام سوالات از شما پرسیده میشه، شما چگونه همین انترویو رو هندل کنین. بنابراین خوب است که شما سوالاتی که ما براتان میگم را به خاطر بسپارین، جواباتی که براتان میگم را به خاطر بسپارین، مخصوصا داکومنت هایی که به خاطر انترویو امازون لازم است را شما باید پیش خودتان داشته باشین. اینا را براتان راهنمایی میکنم. با ادامه از او امازون FBA و امازون FBM. در امازون به دو شکل ما شما فروشات کرده میتوانیم، هم از راه دور به شکل FBA، هم از کشورهایی که امازون در اونجا فروشات اکتیو داره مثل اروپا و امریکا به صورت FBM. هر دو نوع را براتان تشریح میکنم. کسانی که مثلا در افغانستان هستین یا در یک کشوری هستین که در اونجا امازون مارکت پلیس شخصی یا رسمی نداره، و یا هم شما در یک کشوری هستین وقت ندارین که خودتان پرودکت را دلیوری بکنید، برای شما امازون FBA را یاد میدم. و همچنان کسانی که باید خودشان وقت می داشته باشن، به جای از اینکه برن پیزا دلیوری بکنن، به جای از اینکه بروند به والمارت و اینا دلیوری بکنن، امازون FBA براتون یاد میدم. شما پرودکت هایتان خودتان انتقال بدین و پول به جای از اینکه به امازون بدین به جیب خودتان بگذارین. موضوع بعدی هولسیل کریتریا. از 4 نوع بزنسی که در امازون وجود داره، پرطرفدارترینش هولسیل است. هولسیل یعنی عمده فروشی. چرا پرطرفدار است؟ چون پرودکت ها از قبل توسط دیگر برندها تهیه شده، شما پرودکت های از اونها رو میگیرین و به فروش میرسن. بنان پرودکت هایی که شما انتخاب میکنین کدام شرایط باید داشته باشه، در این مورد ما شما صحبت میکنیم. به ادامه کورس اوتلاین آخرین موضوعاتی که قرار است ما شما بخوانیم، Product Finding Tools، یعنی با استفاده از کدام تولز ها شما یک پرودکت خوب پیدا بکنید که به نام اکستنجنز هم یاد میشه. معمولا یا مخصوصا کروم اکستنجنز هستن مثل کیپا، جنگل اسکاوت، بایبات پرو، امازون FBA کلکلیتر، OSRN، دیس امازون کویک ویو و امثال اینا که دانه به دانه بخواید میخوانیم. موضوع بعدی پرودکت هانتینگ است، یعنی شکار محصول. چطور شما یک محصول شکار بکنین از بین میلیون ها محصولی که در امازون وجود داره یا در دنیا وجود داره، چطور شما یک پرودکت را هانت بکنین که موفقانه در امازون به فروش برسانید و از او شما یک سود به دست بیارین. موضوع بعدی سپلایر سورسینگ است، یعنی زمانی که شما یک پرودکت پیدا میکنین، همین پرودکت از کجا تهیه بکنین، از چه کسی شما این پرودکت را بخرید، چگونه امرای از او وسیله عامیانه چانه بزنید، شما چطور قیمت ها را شما برای خودتان پایین بکنین. این موضوع را میخوانیم. بعد از اینکه شما سپلایر را پیدا کردین، میرویم به طرف برند اپروول، یعنی شما اگر یک پرودکت برند میخواین به فروش برسانید، چطور از اون برند شما اجازه فروش بگیرید. این رو به نام اپروول یاد میکنه. از بعضی سپلایر ها مثلا شما که اجازه فروش میگیرین برای شما انوایس میده، از برند ها زمانی که اجازه فروش میگیرین برای شما اپروول میده. این موضوع رو براتون یاد میدم، خیلی مهم است. بعضی کس ها شروع میکنن اما اپروول گرفتن یاد نمی داشته باشن، اینا میرن اپروول های دیگران را خریداری میکنن که در آینده باز به اینا یک مشکلک پیش میشه که در جریان درس براتون خواهد اشاره کردم. زمان یک پرودکت یا از سپلایر یا از برند شما گرفتین، شما یک پرپ ضرورت دارین. پرپ سورسینگ. پرپ جایی است که پرودکت ها را برش روان میکنین. همین پرودکت های شما را لیبل هایی که امازون براتان میده، او لیبل ها را در پرودکت هایتان براتان گفته آمیانه میلگانه. بعد از او همو پرودکت ها را شما به امازون روان کرده میتوانید. زمان یک پرودکت های شما به امازون میرسه، آخرین چیزی که شما نیاز دارین پروفشنال پرودکت لیستینگ است، یعنی چطور شما پرودکت هایتان به شکل اختصاصی به شکل حرفوی در امازون لیست بکنید. بنان حدود 18 عنوان است. اگر شما اینها را مکمل به درستی یاد بگیرید، انشالله که نیاز به این ندارین که
پیش کسی دیگر درس بخوانید و یا در تجارت آمازون فعل شوید. می رویم به ادامه جلسات و به اولین جلسه درسی آمازون خود. از توجهتان تشکر.